دشمنا را دوستی میکرد، آزارشون نمیداد. روایت ها میگه یک روز جناب رسول الله در قطع کوچه برآمد، دید که یک پیرزن، یک کمپیر پیر خیلی قامت چنگ زده در دست یک خلطه هست که در درون او گندم داره، خیلی بارش وزنه که به زمین کشیده میبرش، زورش نمیاد که پشتش کنه یا هوچش کنه. میگه وقتی جناب رسول الله او را دید، بعد رفت گفت ای مادر، گفت بیا من ترا یاردم کنم، بیا برتا گفت تو منزل تا ببرم. بعد میگه همو قابچش پشت کرد بر ببرش، میگه او پیرزن تعجب زده، اینطوری اخلاقی که کلانترا را حرمت کردن یاردم کردن او شب روز نبود، اینطوری ادب نبود. و حین میگه این زن دید تعجب زد، بعد او قابش پشت کرد تا پس دروازه‌اش بردش، گفت فرزندم بچم، گفت بس هم جمانش، گفت شما خودم میدارم. گفت مادر، گفت خیلی وزینه، گفت انبار جای همون انا چیز میموندگی آرداد دگی جای بگوده همونجاش ببرم. بعد میگه که پیرزن گفت در فلان جا برد، وقت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم موندش، نشناختش او پیرزن، نشناختش. بعد گفت فرزندم، گفت در این شب روزی که ما زندگی داریم مثل تو برین جوانی با ادب و با اخلاق وجود نداره. خیلی تو دلی صاف داشته، خیلی دلی ملایم، دلی برحم داشته که با من پیرزن دل سوخت. گفت من یه نصیحتت میدم، این نصیحتی من پیرزن گوش گفت. جناب رسول الله گفت بجان بچه‌ش مادر چی میگوی؟ گویا محمد ورمده گفت جادوگرای گفت، ساحرای گفت، او جنون دیوانه های گفت. دعوای پیغمبری داره مردم فریب کرده است. یکی دادام هم نفتی که قدر دلی ملایم داری، یکی دادامش نفتی که فریبت کنه به هم باور کنی و ایمان بیاری. میگه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لباش تبسم، لباش میل خنده کردن، گفت ای مادر، گفت محمد که شما دیوانش میدونه، اما محمد که شما ساحر جادوگرش میدونه. اما گفت وقتی مادر چیزش شنید حیران موند، علاج نیافت که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. شهادت میتونم که غیر الله دیگه خدای وجود نداره. تو در اصل با این اخلاق خصلت کرداری که داری غیر پیغمبر دیگه شخصیتی کار نمیکنه. من شهادت میتونم که تو پیغمبری برحق مادر شخصیتی که دشمنش میدونست چقدر طعنه قدی با بدی دیوانه های گفت، چی های؟ جادوگر های، دروغگو های، فریبت نکنه. نکی وقت رفتار و کردار و اخلاق شدید ای تحت دل ای جان دل اقرار کرد کلمه شهادت و ایمان. اخلاقش برای مردم یک عبرتی بود که به دعوتش قبول نمیکردن، وقتی اخلاقش میدیدن جانشون فدا میکردن. سلمان فارس رضی الله تعالی عنه پیش اسلام آوردنش چند دین دیگر سنجش کرد، آتش پرست بود. بعدی آتش پرست یک گروه دیگر رفت در قوم مسیحی ها نصرانی ها کوشید، در یگانش آرامش احساس نکرد. خیلی عمری با برکت دراز دید. وقتی رفت نزد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید که دینش دینی محبت های، دینش دینی شفقت و دلسوزی و مهربانی و غمخواری و سعادت و سربلندی و شرافت و کرامت و حرمت و برکت و فضیلت و هر چیزی که دل انسان میخواهد در دین محمد یافته میشه. وقتی رفت جناب رسول الله را در این اخلاق، در این مقام و در این حرمت دید، دیگه خچه در آغوش رسول الله پرداخت نکرد. و سلمان من آل البیت، جناب رسول الله بی سلمان ای اهل بیت. اخلاقش سلمان با او عاشق کرد. بلال غلام ای مولاش رو گردوند، ای مولاش رو گردوند، الله احد میگفت. و غیر بلال هم بسیار شخصیت های بود. وقتی که جناب رسول الله رو با او اخلاق میدیدن جانشون و تمامی هستیشون فدا میکردن. دلنواز بود جناب رسول الله، مهربان بود، رحیم بود. چقدر عبرتگاه خوبی بود که هر کسی وقتی میدید دیده برابر عاشقش میشید.